فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی پرسیدن که قضا و قدر چند نوع است و ادامه هم دادن که آیا کسی که خودکشی کند به هر نوع قضا و قدر محسوب می شود یا نه، و آیا کسی که در برخی وسایل مثل آب، آتش، چاقو، بی‌توجهی و سهلنگاری به خرج می دهد و باعث اتفاقی می شوند، آیا این هم قضا و قدر است؟ و تعریف جامع و کاملی از قضا و قدر خواستند. قضا و قدر یعنی قضا فیصله الهی، قدر تخمینی که الله تبارک و تعالی برای واقعیت کون و کائنات داشته و او را نوشته. این هست تقدیر. طوری مختصر فیصله، آنچه فیصله شده او را تحریر کرده، نوشته. این هست قضا و قدر الهی. این بر اساس یعنی آنچه که به بنده تعلق میگیرد دو نوع تقسیم می شود قضا و قدر. یکی آنچه که الله تبارک و تعالی فیصله کرده که بالای بنده حتما بیاید، راضی باشد نباشد، میخواسته باشد یا نمیخواسته باشد، این جبران باید بیاید. یکی آنچه هست که الله تبارک و تعالی برای بنده راه اختیار گذاشته و بنده در اون مختار هست که دو راه درست و نادرستی که هست، هر یکی اون را انتخاب میکند. چند راه پیش روی او گذاشته و برای او صلاحیت گذاشته که یکی او را انتخاب میکند. هر آنچه را که انتخاب کرد، یعنی آنچه که او انتخاب میکنه، الله تبارک و تعالی از اول میدانست که چی را انتخاب میکند. در اینجا جبری از جانب الله تبارک و تعالی نیست که حتما این بنده باید این کار را بکند و این کار برای او صورت بگیرد. اما هست که این بنده در آنچه که علم الله تبارک و تعالی بود نوشته هست و ثبت هست که این بنده این کار را میکنه به اساس اختیاری که برای او داده شده. آمدیم برای او تشریح میدیم. قسمی اولی که ذکر شد که الله تبارک و تعالی فیصله کرده که این بالای این بنده بیاید و راضی باشد نباشد، میخواسته باشد یا نمیخواسته باشد، بالای صورت بگیره. از قبیل به وجود آمدن بنده، حالاتی پیش آمد، حالات مرضی، مرگ و میری اقارب و بسیاری از آفت‌هایی که همه بشر متفق هستند که در اونها افراد بشر هیچ نوع تأثیری نداره، ورنه بزرگترین افرادی که بیشترین وسایل برای وقایع خود از اونها استفاده میکنن با اونها همه گرفتار میشوند. قسمی آفتها و غیره. در تمام اینها این بنده هیچ نوع مکلف از جانب الله تبارک و تعالی در اصل اینها نیست و سوال و جواب در قبر و قیامت، پاداش و گناه در اثر اونها به او مرتب نمیشد مگر به آنچه که از احکام اختیاری برای بنده مرتب به اونها میشود، از قبیل صبر و جزا و غیر آنچه که در اثر اونها هست و در اختیار بنده هست که صبر بکند یا که نکند در اثر مصیبتی که با او پیش آمده، چون این جزئی از صلاحیت های خودی بنده هست. این هست نوع اولی قضا و قدر که بنده در او اختیارمند نیست و محاسبه هم بر اساس او نمی شود. هیچ گاهی بنده محاسبه نمیده چرا تو تولد شدی، چرا این زمان تولد شدی، قبل او بعد او تولد نشدی، چرا تو بیمار شدی، چرا تو فلان وقت از این دنیا رخت سفر بستی، چون در اختیاری او نیست. چرا فلان فرزند تو یا فلان نزدیک تو در این مرحله وفات کرد. هیچ یکی از اینها نه بنده در او اختیار دارد و نه
راجع به او از جانب الله تبارک و تعالی بازپرس می شود و حساب و کتاب به اونها مرتبط نیست. اما بخشی دیگری از حرکات و آنچه که بر بنده می آید بخشی است که بنده در اونها از جانب الله تبارک و تعالی، قسمی که در آیات های متعدد قرآن کریم و از جمله سوره هل اتی علی الانسان، سوره انسان یا که در نام دیگری از سوره دهر است، در او آمده که ما برای انسان زمان هیچ چیزی نبود او را به وجود آوردیم و برای او راه درست و راه نادرست را مشخص ساختیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، او را به وجود آوردیم به خاطر که او را آزمایش کنیم. فجعلناه سمیعا بصیرا، او را بینا و شنوا ساختیم. بینایی هم دادیم، شنوایی هم دادیم تا از اینها استفاده بکنه. بعد از اون میگه راه را برای او آموزاندیم، روشن ساختیم، بیان کردیم تا اما شاکر و اما کفور، یا شکرگزار باشد یا که ناشکر و ناپاس. اینجا برای او اختیار داده شده که راه برایش روشن شده، وسایل و آلات در خدمت او گذاشته شده، پس اختیارمند هست که راه شکرگزاری و پاسداری حرمت و حقوق الهی را انتخاب میکنه یا راه ناسپاسی و عدم شکر. اگر راه درست را اختیار کرد میگه او را به جنت و به پاداش نیک میرسانیم، و اگر راه بد را اختیار کرد به عذاب دردناک او را دچار میکنیم. پس این چیزی هست که الله تبارک و تعالی در ازل برای بنده در اختیارش گذاشته بود و این صلاحیت دارد که هر یکی را انتخاب میکند. اما در تقدیر الله تبارک و تعالی، یعنی الله تبارک و تعالی به اساس علمی کامل خود که یعنی محور تقدیر کمال قدرت الله تبارک و تعالی و کمال علم الله تبارک و تعالی هست. الله تبارک و تعالی به اساس علمی کامل و ازلی و ابدی خود میدانست که این بنده در اختیارات خود کدام یکی را انتخاب میکند. راهی درست را انتخاب میکند یا که راهی غلط را، بدون اینکه بالایش کدام اجبار بوده باشد. اگر راهی درست را انتخاب میکند یا که راهی غلط را، الله تبارک و تعالی مطابق آنچه میدانست نوشت. نوشت وقتی که قلم را آفرید در لوح المحفوظ نوشت که این بنده در فلان وقت از جمله این دو چیزی که در اونها با او اختیار داده شده، این راه درست را انتخاب میکند، در فلان مورد راه غلط را انتخاب میکند و به اساس آنچه میدانست یادداشت گرفت و آنچه که در یادداشت الله تبارک و تعالی هست هیچ نوع غلطی در او امکان ندارد. لذا آنچه صورت میگیرد هیچ امکانی ندارد که برخلاف اون یادداشت الله تبارک و تعالی بوده باشد. یعنی سر تقدیر در اینجاست که هر آنچه که در تقدیر هست همون صورت میگیرد. یعنی به این برمیگرده که آنچه الله تبارک و تعالی با کمال علمی خود میدانست همون را نوشت. بنده چی میکند و چی نمیکند. لذا ما در بنده در مسائلی که در اونها اختیار داده شده بازپرس میشود در روز قیامت، و در اونها در تقدیر نوشته نشده که این بنده باید این کار را انجام بدهد. قسمی که نوع اولی تقدیر نوشته شده بود که این جریان باید بالای این بنده صورت بگیرد. در این قسمت دوم هم در قبر سوال می شود، هم در دنیا بازپرس می شود که چرا این جنایت انجام داده و چرا به این راه درست را گذاشتی. قسمی که در عموم جامعه هست، مثلا کس محاسبه نمیشه چرا به دنیا آمدی، چرا
بیمار شدی و چرا از این دنیا میروی، چرا فلان شخص نزدیک تو بیمار شد و چرا تو چیزی آمد بالای پای تو افتید و پای تو شکست. هیچ یک از بشر با هیچ یک از نظام ها با این محاسبه نمی کند و همچنین الله تبارک و تعالی محاسبه نمی کند. اما آنچه که در او بنده اختیار دارد و در تقدیر الله تبارک و تعالی اختیاری بنده نوشته شده که این چیز را اختیار میکند، در این چیز هم در این دنیا محاسبه میشه، در تمام نظام ها که چرا به قتل فلانی اقدام کرده، چرا راه بد اخلاقی و زنا را انتخاب کرده، چرا دزدی کرده، چرا اینجا وظیفه خود انجام نداده، نامسئولیت شناسی کرده. این همه بازپرس در آن چی می شود در نظام دنیا هم و در قانونی الله تبارک و تعالی هم آنچه که بنده در او اختیار داده شده و چیزی تقدیری است که الله تبارک و تعالی او را نه به اساس اجباری بنده به او بلکه به اساس کمال علم خود آنچه انجام میدهد و انتخابی او هست نوشت و از آنچه الله تبارک و تعالی نوشته ذره برخلاف او صورت نخواهد گرفت. و موضوعی حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسیده شدن که دوا که ما استفاده میکنیم، دارو که استفاده میکنیم، این هم از تقدیر الله تبارک و تعالی هست، این هم از چیزی مدرجات نوشته شده است، درج شده در تقدیر هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که بله، چون در تقدیر نوشته هست که این بنده فلان وقت این دارو را استفاده بله، حتی برگ درختی تمام او رو میدانست، تمام چیزها را الله تبارک و تعالی میدانست، مطابق او نوشت. لذا در کمال علم الله تبارک و تعالی که محور مسئله تقدیر هست، علما این نکته را بیان میکنه که الله تبارک و تعالی هر آنچه بود، آنچه هست و آنچه خواهد آمد، تمام این را از آغاز و قبل از آفرینش تمام کائنات میدانست و آنچه که نخواهد آمد و نیست، یعنی نیست و اگر می بود چگونه می بود این را هم الله تبارک و تعالی میدونه. خودی الله تبارک و تعالی با وجود میاره و مشخص می باشه برایش که چی انجام میدهد و چگونه می باشد و چگونه نمی باشد. پس این کمال علم الله تبارک و تعالی مسئله است که هر کس این را دانست و این را مشخص ساخت، برایش حل شد، موضوع تقدیر برایش حل است. اما کسانی که در این مورد گمراه شدن یا ای که به فهمی او ذهنشان و درکشان به فهمی او نرسید، اونها به انحراف میروند. این موضوع تقدیر هست، راجع به آنچه که مربوط به بنده هست. اما آنچه که مربوط به درجه تقدیر از جانب الله تبارک و تعالی هست، او را علما به چند دسته تقسیم کردن. یکی تقدیری که الله تبارک و تعالی قبل از آفرینش آسمان ها و زمین برای تمام کائنات نوشت، آنچه که میدون مطابق او نوشت و این کتاب اصل است. و انه عندنا فی ام الكتاب و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی، یعنی حتی قرآن کریم تمامی چیزهایی که در دنیا صورت میگیره در اصل کتاب احصیناه فی امام مبین، در کتابی اصلی که همه چیزها در او واضح و روشن هست یادداشت گرفته شده. این مرحله اول ثبت تقدیر هست. بار دیگر تقدیر هر شخص زمان نوشته می شود که از طرف ملائکه ها در دفتر خاص مخصوص به این شخص، دفتر عام بود که تقدیر همه چیزها در اون نوشته است. دفتر خاص مربوط به هر شخص بعد از اینکه در اون شخص در رحم مادر روح دمیده می شود، یادداشت های مربوط به اون شخص از تقدیر اصلی نوشته می شود. روزی چگونه هست، نیکبخت هست یا بدبخت هست و تمام این جریانات قسمی که در اصل هست اینجا یادداشت می شود و این از گویا نسخه برداری از اصل هست، نوعی نسخه برداری.
بعد از او موضوع دیگر تقدیری سالانه هست. هر سال انزلناه فی لیلة القدر، هر سال تقدیری سالانه و گزارشات سالانه که صورت میگیرد، قسمی که احصایه های سالانه دنیایی هست. تقدیری سالانه کائنات به آسمان دنیا پایان میشد و در اختیار ملائکه ها قرار میگیرد که اونها وظایفی که برای یک سال برای اونها مشخص میشود همه برای اونها و مأموریتشون با اونها داده میشود و با او اطلاع میابند. این هست موضوع تقدیری سالانه. اونجا چیزی دیگری هست که روزانه برای انسان از اعمالش طبقی که در انجام میدهد نوشته میشود که او را کرامان کاتبین می نویسند و این یادداشت است که از عملکرد خود انسان گرفته میشود و اونجا حفظ میشود. این موضوع یادداشته های است و مراتب او. موضوع دیگر هست در باب تقدیر، موضوعی که برمیگرده به ایجاد الله تبارک تعالی و مراحل گذاری تقدیر. یکی الله تبارک تعالی طبق علم کامل خود تخمینی که داشت، دوم اون را نوشت. سوم مرحله است که الله تبارک تعالی وقتی میخواهد او را به وجود میارد. اینجا هست مشیت خاصی الله تبارک تعالی که هر آنچه صورت میگیرد در دنیا به خاصی الله تبارک تعالی صورت میگیرد و بعد از خاصی الله تبارک تعالی چیزی در دنیا به وجود میآید و کار صورت میگیرد. لذا هر آنچه صورت میگیرد به خاصی الله تبارک تعالی صورت میگیرد و بدون خواسته الله تبارک تعالی، بدون اراده الله تبارک تعالی نه خوب صورت میگیرد نه بده. اما الله تبارک تعالی خوبی ها را و کارهای خوب را میپسندد و کارهای بد را به خاطر امتحان بنده و گزاره که گفته لنبلوکم ایکم احسن عملا، لنبتلیه تا شما را بیازماییم و به اساس یعنی گزاره امتحان بنده را مهلت میده، فرصت میدهد که چگونه عمل میکند. قسمی که یک معلم شاگرد یک معلم یا پدر فرزندان خود را، معلم شاگردان خود را راهنمایی های با اونها و ارشادات با اونها عرضه میکند و در مقابل با اونها میگوید که کسی که خوب کرد جایزه دارد و کسی که غلط کرد مجازات میشود. اینجا میبیند که فرزندی از فرزندان یا شاگردی از شاگردها به اشتباه میرود، میتواند که در همان لحظه جلوی او را بگیرد، ولی میگذارد که ببینیم تا چی حد ای پیش میرود، چون مرحله آزمایش و امتحان است. این آزادی را برای او گذاشته، خواسته که این کار انجام بدهد برای که امتحان او را تکمیل بکنه، ورنه اگر نخواست در اولین مرحله او را جلوگیری میکنه. همچنین الله تبارک و تعالی بنده های خود را در کارهایی که نادرست انجام میدهند اونها را واگذار کرده که خواسته که قسمی که آنها خودشان اختیار میکنند انجام بدهند تا اینکه دایره امتحان و مرحله امتحانی که الله تبارک و تعالی تعیین کرده برای بشر تکمیل شود. پس اینجا موضوعی نیست که چیزی را الله تبارک و تعالی بخواه و برخلاف او صورت بگیرد، یا که الله تبارک و تعالی بدی را بخواهد و راضی باشد، بلکه الله تبارک و تعالی بدی هم که صورت میگیرد با اراده امتحانی الله تبارک و تعالی از کائنات. غلطی هایی که بشر و مخلوقات انجام میدهند به اساس اراده امتحانی الله تبارک و تعالی از این مخلوقات است، نه به اساس اینکه رضایت الله تبارک و تعالی با اونها بوده باشد. و امید است که مسئله واضح شده باشد برای برادر ما و برای دیگرانی که در این مسئله اشکال دارند، و اگر اشکال هم باشد میتوانند که در برنامه‌های بعدی استفسار نمایند.